کماکان کار دنبال میشه. گساره در اختیار کیست؟ ببینیم یاران سرپل حالا گساره در اختیار دارن. بردنش به دایره حلال کار آسان نیست و نجیب الله جوزجانی میره که این گساره به دایره حلال برسانه و سومین امتیاز را بگیره و کار را تمام بکنه. سرپل در آستانه قهرمانی قرار داشت و حالا جلویش میگیرن. همچنان سرپل کماکان گساره در اختیار داره پهلوان ولایت سرپل. ببینیم نجیب الله جوزجانی امتیاز سوم. کار برای سمنگان تمام است. کار برای سمنگان تمام شده. امتیاز سوم برای ولایت سرپل. امتیاز است. امتیاز است. جای شکی وجود نداره. بگیره گساره به دایره حلال برسانن هم دیگه فایده نداره. سمنگان قهرمانی را از دست داده. ثانیه ها روی پایان هست و بریم به سمت برپایی جشن قهرمانی تیم سرپل که قبل از سوت خط جشن خود به نمایش میگذارند. سرپل قهرمان بلامانی فصل پنجم مسابقات لیگ بزکشی افغانستان لقب میگیره. حالا متن قهرمانی، عنوان قهرمانی به نام سرپل نوشته میشه. قرعه به نام سرپل خورد و سرپل قهرمان پنجمین فصل مسابقات لیگ بزکشی افغانستان شد. بله این واقعیت داره. سرپل، حالا سرپل، نه کندهار، نه بدخشان، نه سمنگان، نه کندوز، سرپل قهرمان مسابقات لیگ بزکشی افغانستان هست. در سرپل حالا همه مردم شاد هستند، مثل همین مردمانی که در تصویر میبینین. هوادارانی که میدان را ترک میکنن هواداران سرپل نه، هواداران سمنگان هستند. آماده بودن تا جشن صعود سمنگان را ببینن و جشن بگیرن و خوشحالی بکنن، اما این گونه نشد. کامشان تلخ شد و میدان را ترک میکنن. سمنگان نه، از عنوان خود نتونست دفاع بکنه و این سرپل هست که قهرمان میشه و قهرمان پنجمین دور مسابقات لیگ بزکشی افغانستان حالا سرپل شد. مبارک باشه سرپل، مبارک باشه به مردم سرپل.